وحدت ملی یکی از پرارزشترین نعمت‌های بی‌بهای دوران استقلال برای ملت تاجیک به حساب می‌رود. محض با شرافت وحدت و همدلی و همدیگرفهمی تاجیکستان عزیز ما با مردم صلح‌آور و نکسرشت توانست از مشکلات سال‌های گذشته رها یافته راه رشد و ثبات سیاسی را پیش گیرد. در برابر آمدن وحدت ملی به سر ملت تاجیک بخت و دولت نیز حکمران شد. در زمان وحدت در برابر دیگر ساحه‌ها ساحه ورزش به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی تبدیل یافته همچون پیک صلح و ثبات و معرفی کننده دولت و ملت تاجیک در سطح جهانی شناخته شد. در زمان استقلال و وحدت ملی ساحه ورزش و احیا کردن نمودهای ورزش ملی در سطح جهانی رشد و رونق یافت که ملت ما را همچون میراثبر جنگاوران و ورزشگران پیشین و مانند کوروش کبیر، اسماعیل سامانی، رستم و سهراب، سپیتامن، تیمور ملک، سیمومین رحیموف، رسول باقیوف، دلشاد نظروف، مفزونه چوره و دیگران معرفی نمود. اینچنین با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران وحدت ملی یک قطار شاهکاری‌ها پیاده کرده شده و مانند تأسیس جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی، ساختمان هزارها ورزشگاه، مجمعه‌های بزرگ ورزشی و میدانچه‌های ورزشی کودکان در تمام شهر و دهات کشور، راه‌اندازی مراسم منتظم دو ملی ورزشی و مسابقه‌های جمهوریوی که به سالمگردانی جامعه و طرز حیات سالم نگرانیده شدند، بین‌المللی شدن گوشتین ملی تاجیکی گوشتنگیری و برگزاری مسابقه‌های سطح جهانی با اشتراک پهلوانان ده‌ها کشور خارجی بر رشد و عمومیت ورزش زمینه مساعد گذاشتند. وحدت ملی بزرگترین دستاورد تاریخی تاجیکان است که کشور را از پراکندگی نجات داده زمینه استوار آرامی و ثبات سیاسی را در جامعه برقرار نمود. این اتحاد مقدس باعث شد که انفراستراکچور استراتژی مملکت رشد کرده ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق از جمله سیاست، معارف، فرهنگ و ورزش به کامیابی‌های بی‌نظیر سطح جهانی نائل گردیدند. در نهایت وحدت هویت ملی و خودشناسی جوانان را بالا برده تاجیکستان را همچون دولت صاحب استقلال و صلح‌خواه در عرصه بین‌المللی معرفی نمود.